برای درست کردن مواد داخل پاراتا سیب زمینی رو پختیم. وقتی که خوب خنک شد رنده میکنیم. وقتی که سرد شد رنده کردنش راحت تر، وگرنه بایست که لهش کنیم، به وسیله چاقو خرد کنیم بعد له کنیم. بعد ما میایم اینجا زیره داریم، زیره میریزیم، بادیون داریم، بادیون میریزیم، پیاز میریزیم، تخم گشنیز آسیاب شده میریزیم، چاٹ مسالا میریزیم و گرم مسالا میریزیم که شامل فلفل سیاه و میخک و هل هستش البته و دارچین. بعد نمک میریزیم، بعدم گشنیز خرد شده، البته گشنیز تازه که خرد کردیم، اینو داخل میکنیم و به هم میزنیم تا بتونیم برای مواد داخل پاراتا استفاده کنیم. البته فلفلش مربوط به خودتون میشه. اگر دوست داشته باشین فلفل سبزهای ریز ریز شده میتونیم نسبتاً تند بریزیم، یا فلفل قرمز هم داخلش اضافه کنیم.